در تاجیکستان هرچند آب گران نیست اما تنها 57% اهالی به آن دسترسی دارند. طبق تحلیل‌های اخیر تنها کمی بیشتر از نصف جمعیت به آب آشامیدنی دسترسی دارند و باقی مانده 43% از آن محرومند. حکومت تاجیکستان که تامین اهالی با آب پاک آشامیدنی را از چالش‌های جدی و هم استراتژی‌های مهمی دولت ارزیابی می‌کند، می‌گوید برای ایجاد شرایط همه‌جانبه دسترسی مردم به آب و بنیاد ساختارهای ضروری نه کمتر از 2 میلیارد دلار مبلغ ضرور است. اما با گفته تقایمراد اسلامزاده، رهبر کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی کمونالی تاجیکستان که مسئله را روز 23 می در یک همایش در شهر دوشنبه مطرح کرد، گفت تاجیکستان به تنهایی امکان پیدا کردن این مبلغ‌ها را ندارد. در همایش منطقوی که از سوی سازمان بریتانیایی آکسفم و برنامه همکاری با مسائل آب برگزار شد و 110 کارشناس را از 10 کشور جهان به هم آورد، مقامات تاجیک از سازمان‌های کارشریک تاجیکستان بار دیگر دعوت کردند که در عمل بنیادی خطهای آب کمک کنند. با گفته اسلامزاده، در شرایط کنونی خراجات رسانیدن آب به شهروندان نظر به مبلغی که ساکنان پرداخت می‌کنند 4 مرتبه بیشتر است. و افزود: ما با 1 کیلومتر آب از مردم 0.8 سنت مبلغ جمع‌آوری می‌کنیم که 0.88 درهم. البته ارزش اصلی آب آشامیدنی امروز در جمهوری تاجیکستان 2.3 سومونی را تشکیل می‌کند که ما از هر 1 کیلومتر آب آشامیدنی تقریباً 1 سومونی 42 درهم یعنی که ضرری اقتصادی می‌بینیم. برای بلند برداشتن تعرفه‌های آب آشامیدنی این پیش از همه پس بودن سبد استعمالی مردم میباشد. تقایمراد اسلامزاده گفت محدود بودن قابلیت خریداری ساکنان تاجیکستان امکان نمیدهد که نرخ آب بالا برده شود. از این رو این کارخانه برای تامین بیشتری ساکنان کشور با آب کارهای از این بیشتر را انجام دادن نمیتواند. با گفته او پولی که ساکنان پرداخت میکنند نه برای خود آب بلکه ارزش دسترسی با آن را در بر میگیرد و خود آب رایگان داده می شود. با تشبث تاجیکستان، سازمان ملل متحد سالهای 2005 2015 و همکنون سالهای 2018 2028 را 10 سالهای بین المللی آب اعلان کرده تلاش کرده است برای تامین احتیاجات کشورهای نیازمند به آب سرمایه‌گذاری شود. از سالهای 1999 تا امروز از راه بانک جهانی، بانک آسیایی رشد و کارشریکان بین المللی دیگر به تاجیکستان برای حل مسئله مشکل آب صدها میلیون دلار وارد شده است. این مبلغ‌ها برای بنیاد شبکه‌های آبگذرانی و یا تعمیر سیستم قبرهای دوران شوروی و طرح‌های دیگر مصرف شدند. به قول مقامات تاجیک، مسئله هنوز هم با سبب بحران‌های مالی و اقتصادی، افزایش اهالی، تغییرات اقلیم، حادثه‌های طبیعی و مشکلات دیگر پرراه حل نشده است. مشکل دیگر به قول دستاندرکاران در نبود اینفراساختار کولی یا قبرهای آبگذر در تمام مناطق تاجیکستان است که 93% قلمروش کوهستان است و در سالهای جنگ شهروندی نظام بنیاد شده دوران شوروی آب تامین کنی هم در برخی مکانها خراب و کارناشایان شد.